چند روز آخر نرخ آورد در بازارهای تاجیکستان دست کم 10 و در برخی جایها تا حدود 20% بالا رفت. نرخ یک خلطه‌اش از 280 تا 290 سومانی شده است. در برخی ناحیه‌های دوردست به گفته ساکنان نرخ یک لینچه ارد از 300 سومانی نیز گذشته است. طوری هم که انتظار می‌رفت خشکسالی امسال در قزاقستان و کم شدن حاصل گندم در این کشور منبع اساسی تامین ارد و گندم منطقه بالاخره به بازار تاجیکستان نیز تاثیر کرد و باعث یکباره بالا رفتن نرخ ارد در تقریبا سراسر این کشور شد. در پاسخ به سوال در نوع شما ارد چند سوم شد که کاربر محمد جان کمالوف در گروه اخبار آسیای مرکزی در فیسبوک گذاشته است، در بین همگی چند ساعت نزدیک 300 نفر از گوشه‌های گوناگون تاجیکستان پاسخ دادند و تقریبا همه پاسخ‌ها بیانگر به شدت بالا رفتن نرخ ارد در بازارهای تاجیکستان است. از پاسخ‌ها برمی‌آید که نرخ ارد در ولایت سوخت هنوز ارزان‌تر بوده از 265 تا 270 سومونی سر می شود. در دوشنبه نرخ از 265 270 سومونی، در ترسونزاده 270، در ایسور و شهرنو از 280 تا 290، در وحدت هنوز 275 و در فیض‌آباد به گفته کاربران هنوز 270 سومونی است. ولی در ونج و رشت نرخ ارد الکی به 290 و در خاروق به 295 سومونی رسیده. برخی ساکنان منطقه های دوردست ولایت بدخشان میگویند که در جای آنها نرخ خلطه ارد از 300 سومانی گذشته است. در این زمان به گفته کاربران نرخ ارد در نویه روشان هنوز 280 و در جماعت زنگ دوردستترین جماعت نویه اشکاشم تا حال 275 سومانی ایستاده است. یک ساکن راغون خبر داده است که روز 26 سپتامبر در شهر راغون یک خلطه ارد یکم را 280 سومانی خریدم، ولی ساکنان نویه باراغون همسایه نورآباد گفته است که به شنیده او نرخ ارد در این نویه الکی به 300 سومانی رسیده است. نرخ ارد در نویه جلال‌الدین بلخی 270 و در شهر باختر از 280 تا 290 سومانی گفته می شود. در نورک یک لینچه ارد 280 و در جیهون و همدانی هنوز 275 سومانی می فروختند.